چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم تو ناله نکن که کار آسان نبود دل را بدهی بیار آسان نبود ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد رسوا و ردیبم پیش یارم کرد عشقی که به جان خریدی بیمار شوی شاید برای عشق سردار شوی باقی نبود اگر بمیرم شادم پیش از سردار کمی بکوب آدم ای یار برون ناله گذاری تا کی دیوانه نشو گله گذاری تا کی دیوانه نیم بله به من جان آمد فریاد که دل برم پشیمان آمد فریاد که دل برم پشیمان آمد سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور خوب صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ زیبا از نظیر جان خارا می باشه که این ویدیو به انتخاب یکی از دوستای ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما دوستای بسیار نازنین سپاسگزاری کنم که این کانال شما سپورت میکنین. با کامنت های زیبایتان مرا بسیار انرژی مثبت میتین که ما بهتر در خدمت شما قرار بگیرم و لطفاً لایک فراموش نکنین. و همچنان ما میخوایم که یک تشکر بسیار خاص داشته باشم از دوستای ما که از ما درس‌های آنلاین میگیرن و ممبرشیپ خریدن از این کانال و میخوایم همچنان یک سپاسگزاری بسیار خاص دیگه داشته باشم از دوستای ما که از ما درس‌های آنلاین میگیرن، درس‌های شخصی و فردی میگیرن. به این طریق دوستای ما ما کمک میکنن که این کانال پایدار و دائمی در خدمت شما عزیزان قرار بگیرن. شما مگر میخواین که با ما درس‌های آنلاین داشته باشین و یا ممبرشیپ بخرین، میتونین که از طریق کامنت ها به زیر ویدیو و یا از طریق مسنجر با ما به تماس شوین. ما ساعت‌های را منیج میکنیم که با شما یک جای درس بخونیم. میریم دوستای عزیز، یک جا شروع میکنیم. گفتم دل بیقرار دارم چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم. این آهنگ زیبا که توسط نظیر خارا و یک خانم به نام غزال خوانده شده که کمپوزیتور از این آهنگ خود نظیر جان خارا می باشه و همچنان شعرشان خارا است. نمیفهمم که برادرشان هستن یا کدام کس دیگه است، ولی شعر و کمپوزشان از یک فامیل هستن. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل جور شده دوستای عزیز و ما میخوایم این از اف بخونم. چون زیاد نوتا استفاده نشده ما ایده از کچ بالا میخوانم. اسکیل ما یک بار نشان میتم وقت فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی وقتی که ما از اف بخوانیم چی رقم شکل داره. ساری گاما پا دانی سا سانی دا پا مگری سا گفتم دل بیقرار دارم چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم. آهنگ از اف ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از گا شروع میشه. گفتم دل بیقرار. شما دیدین دوستای عزیز که شد ریام دی استفاده شد، یعنی یک نوت بیرون از اسکیل دی آهنگ استفاده شده. گفتم دل بیقرار دارم چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم. اینمی تمام قسمتایی است که نظیر جان خارا میخونه. فقط در یک قسمتش اینی نوتا اضافه شده. یعنی شما وقتی که اینمی یاد گرفتین یعنی که 90% آهنگ یاد گرفتین. گفتم دل بیقرار دارم چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم. و قسمت که خانم میخوانه اینمی دو نوت هستن، ما و گس. تو ناله نکو که کار آسان نبود دل را بدهی بیار آسان نبود.
اینمی 2 نوت مربوط صدای امو خانم می باشن که باز دوباره نزی جان خارا باز از اینجا باز شروع میکنه که ای ناله کنم درده تو بیمارم کرد رسوا و ردیبم پیش اغیارم کرد. کمو پس تکرار شد دوستای عزیز و در یک قسمتش گفتم که دک استفاده شده چی رقم استفاده شده که میگم دیوانه نیم بله به من جان آمد فریاد که دل برم پشیمان آمد. یعنی دمی قسمتی که ما نواختیم فقط 1 نوت اضافه شده بود. تمام آهنگ اینمی از دوستای عزیز. آهنگ آستایی و انتره نداره، کلش 1 رقم است و انترو و انترلودش هم همچنان عین چیز است. قسمی نواخته شده که لا 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 لا. تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ 7-8 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. میریم و در مغولی مایره تمرین میکنیم. چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم گفتم دل بیقرار دارم چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم تو ناله نکن که کار آسان نبود دل را بدهی بیار آسان نبود کنم درده تو بیمارم کرد رسوا ردیبم پیش اغیارم کرد عشقی که به جان خریدی بیمار شوی شاید برایش سردار شوی باقی نبود اگر بمیرم شادم پیش از دم داد بکن دم آبادم ای یار برو ناله گذاری تا کی دیوانه نشو گله گذاری تا کی دیوانه نیم بله به من جان آمد فریاد که دل برم پشیمان